سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید حکومت تاجیکستان می توانست انتخابات پارلمانی را همچون ترامپلین یا تخته جهش برای راه اندازی تغییرات استفاده کند. این نکته در گزارش تازه این سازمان ذکر شده است. همکارم خرامان بقازاده با متن این گزارش آشنا شد و حالا با ما در استودیو قرار دارد. خرامان سلام. نخست بگویید که در گزارش تازه این سازمان درباره انتخابات تاجیکستان باز چه گفته می شود؟ سازمان با نفوذ حامی حقوق انسان در اظهارات نوش روز 5 مارت گفت نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 1 مارت تاجیکستان پیشگویی شونده بود و با آن همه اعضای حزب حاکم و رو به حکومت وارد شدند به پارلمان. ولی با این وجود میگوید این سازمان تاجیکستان هنوز هم امکان دارد و یا کشور باید از پی راه اندازی برنامه ویژه اصلاحات وضع حقوق بشر باشد. در یک صحبتی که با نماینده سازمان هیومن رایتس واچ داشتم او گفت با وجود چنین نتیجه های انتخابات مردم تاجیکستان از جمله حامیان حقوق در داخل و خارج کشور حکومت را سزاوار هستند که به حقوق بنیادی بشر ارج گذارد. پیش از همه باید برای ژورنالیستان شرایط کاری آزاد و بی خطر فراهم شود. مسدود کنی سایت ها خاتمه یابد. زندانی کنی انسان ها بر اساس پرونده های دارای انگیزه های سیاسی باید خاتمه داده شود و بیش از 150 زندانی سیاسی آزاد شوند. اینچنین دولت و مقامات باید از استرداد فعالان از خارج دست کشند و نزدیکان آنها را در داخل کشور فشار نآورند. مقامات باید مبارزه با خشونت خانوادگی را خاتمه داده این گونه حادثه را همچون جنایت ارزیابی کنند. این نماینده هیومن رایتس واچ میگوید که مسئله ها باید در مرکز توجه برنامه نوی حقوق بشری تاجیکستان قرار گیرد. خرامان آیا در تاجیکستان هم کسی به این گزارش واکنش نشان داده است؟ عبدالله تا حال حکومت تاجیکستان هیچ واکنشی نکرده است ولی سعید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که بار دیگر ضمناً وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده است میگوید با انتقاد سازمان هیومن رایتس واچ راضی شده نمیتواند. او میگوید انتقادهای این سازمان به گفته وی اساس حقوقی ندارد، بر اساس گپ مردم گفته شده است و جدی نیستند. میگوید او این چیزی که پیشنهاد میکند این سازمان نه همه این مثلا اساس حقوقی تا آخر دارد. تا آخر نآموختن همین چیزا را. بسیار چیزا راضی شدن ممکن نیست. بسیار چیزا مثلا این دولت مستقل است. گرد در سر مثلا زندانی سیاسی میگه. همون اومده مواد جنایتی را بررسی نکرده است. نمیدوند اساس هر یک آدم چخیل به محکمه کشیدن یکون دلیل جنایتی کس نامختص فقط از دهن مردم خلاصه ببرند. یک سازمان میتونه در این خلاصه را نسبت حکومت ببره از دهن مردم. ضمناً هیومن رایتس واچ یگانه سازمان نیست که درباره انتخابات اخیر تاجیکستان اظهار نظر کرده است. دیروز سازمان فریدم هاوس یک گزارش سالانه اش را نشر کرد و در آنجا تاجیکستان را به گروه کشورهای ناآزاد شامل کرد و گفت که با نظر داشتی کاهش نشاندادهای آزادی های سیاسی در این کشور در سالهای اخیر تاجیکستان در میان کشورهای به اصطلاح این سازمان بدترین ها جای گرفته است. باید گفت که در گذشته حکومت تاجیکستان هیچگاه با چنین ارزیابی ها راضی نشده است و مقامات و هم تحلیلگران رو به حکومت تاکید میکنند که دیدگاه های این سازمان ها واقع بینانه و منصفانه نیست از نظر آنها. تشکر خرامان برای صحبتی پرمحتوا.